به نام خداوند بخشنده و مهربان. بیننده های گرامی سلام بر شما. توجه کنید به مجموعه خبری این ساعت از شمشاد نیوز. امروز پنجشنبه 21 سرطان 1403 هجری خورشیدی است که برابر می شد با 11 جولای سال 2024 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. تأکید امریکا بر ادامه فشارهای بین المللی بر حکومت سرپرست. وزیر خارجه امریکا این فشارها را برای تأمین حقوق زنان افغان ضروری می‌خواند. هشدار از فلج شدن بخش‌های کمک رسانی در افغانستان. سازمان ملل میگوید به دلیل کاهش بودجه نمی‌تواند این بخش‌ها را در افغانستان تمویل کند. و کشته شدن 30 فلسطینی در حملات تازه اسرائیل در غزه. مشروع خبرها با من میرویز هوتک. وزیر امور خارجه امریکا میگوید که برای تامین حقوق زنان افغان به فشارهای بین المللی بر حکومت سرپرست ادامه میدهند. آنتونیو بلینکن میگویند تا زمانی که حکومت سرپرست در سیاستهای خود در مقابل زنان تغییرات نیاورد، این فشارها ادامه خواهد داشت. او پالیسی امارت اسلامی در مقابل زنان را سرکوب کننده خوانده و در کنار حق کار و تحصیل زنان و دختران بر تأمین سایر حقوق آنان تاکید نموده است. در پی خواسته های دوامدار جامعه جهانی برای تحصیل و کار برای دختران و زنان افغان، این بار آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا در یک سخنرانی در نشست 75مین سالگرد تأسیس ناتو بار دیگر خواستار تامین حقوق زنان افغان شدند. بلینکن از سیاست‌های امارت اسلامی علیه زنان انتقاد کرده و این سیاست‌ها را سرکوب کننده خوانده و گفته است تا زمانی که تغییری در این سیاست‌ها ایجاد نشود، فشارهای بین‌المللی در این زمینه ادامه خواهد داشت. وی همچنین گفته که با احزاب مختلف، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، غیر دولتی و شخصیت‌ها همکاری می‌کند تا ببینند چگونه می‌توانند دسترسی دختران و زنان افغان به تحصیل، کار و سایر حقوق را فراهم نماید. ما برای حمایت زنان افغان هر روز با حکومت‌ها، اداره‌های غیر دولتی، سکتور خصوصی و سایر شخصیت‌های اکادمیک کار می‌کنیم تا زنان و دختران افغان به تحصیل خود و رشد توانایی‌های خود ادامه بدهند. ما بر فشارهای بین‌المللی بر طالبان تا زمان ادامه می‌دهیم تا وقتی که آنان از سیاست سرکوب کننده خود که برای تمام افغان‌ها زیان وارد کرده است دست بر ندارند. وی همچنین گفت که حکومت سرپرست زنان افغان را از مشارکت کامل در تحصیل، کار و زندگی اجتماعی محروم کرده است که بر اساس آن این زنان مجبور به مبارزه سخت برای آینده روشن خود شدند. اما تحلیلگران سیاست فشار بر امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی را مفید نمی‌دانند و برای مشکلات موجوده به گونه راه حل می‌خواهند که به جای تقابل راه تعامل پیش گیرند. دغه فشارونه ډیر وکارول شول خو مثبت نتیجه ورنکړه. په کار ده چې امریکا د افغانستان سره په هغه څه باندې بحث وکړي چې هغه افغانان حقدار کیږي او بالخصوصا اوسنی حکومت ته هم په کار ده چې دوی د کور دننه یوه لویه جرګه راوغواړي چې په هغه کې کورنۍ اجماع رامنځته کړو. دغه کورنۍ اجماع بیا کولی شي چې په بهر کې ورڅخه په پوره قوت کار واخلو. با گفته آنان با وجود همه فشارهای سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی بر افغانستان، فرصتی برای گفتگو و تأمل در آینده کاهش می‌دهد. اما این فشارها زندگی روزمره مردم عادی افغانستان را به چالش‌های مواجه می‌کند. هر هغه نقطه چې اسلام سره په مخالفت کې نیوي، شریعت سره په مخالفت کې نیوي، زمونږ د پښتو او عنعنات سره په اختلاف یا تقابل کې نیوي، نړیوال سره باید دا خبره ومنل شي، ځکه چې د نړیوالو تحریمونه، بندیزونه، فشارونه بیا مستقیم یا غیر مستقیم پر عام ولس باندې منفي اغیزه لري. نړیوال هم باید دا درک کړي چې پر اسلامي امارت باندې فشارونه، تحریمونه دا په دې معنی دي چې دا په عام ولس باندې د دوی هغه نچوړ ورزي یا هغه منفي تاثیرات عام ولس گالی. با وجود تماس‌های مکرر ما، مقام‌های امارت اسلامی موضع خود را در این مورد ابراز نکردند. اما پیش از این از کار و تحصیل زنان به عنوان مسئله داخلی افغان‌ها یاد کرده و از تامین هر نوع حقوق مشروع اتباع کشور بر اساس شریعت اسلامی را مطرح نمودند.
این در حالی است که 2 روز پیش میتو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری گفت که به حمایت زنان افغان ادامه میدهد و روابط این کشور به حکومت سرپرست و تعامل آن با جامعه جهانی بستگی به رفتار امارت اسلامی با زنان افغان دارد. ادامه خبرها پس از یک وقفه تقدیمتان می شود. به ادامه خبرها خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل از حکومت سرپرست خواسته است تا محدودیت‌های حقوق بشری را متوقف کند. این سازمان با ابراز نگرانی از وضعیت بشری در افغانستان از حکومت سرپرست خواسته تا از تصمیمات و اقدامات خودسرانه جلوگیری کند. از سوی دیگر کارشناسان میگویند که جامعه جهانی در بسیاری از موارد از موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار برای فشار بر حکومت سرپرست استفاده می‌کند. سازمان عفو بین الملل بار دیگر از وضعیت حقوق بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از حکومت سرپرست خواسته است تا از اقدامات خودسرانه و متناقض در این زمینه جلوگیری کنند. در گزارش منتشر شده از سوی این سازمان گفته شده است که نظارت اخلاقی مردم عادی افغانستان به یک تبعیض اساسی تبدیل شده که تأثیرات نامناسب بر زنان و دختران داشته است. در این گزارش محتسبین وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر بیش از دیگران متهم به نقض حقوق بشر شدند. زنان و دختران در افغانستان با چنین سیستم روبرو هستند که به طور سیستماتیک حقوق و آزادی انسانی آنها را از بین میبرد. طالبان و وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر آن برخلاف مسئولیت‌های بین المللی به طور سیستماتیک، منظم و در سطح وسیع حقوق اساسی مردم این کشور را زیر پا میگذارند. با این حال حکومت سرپرست این گونه گزارش‌های سازمان ملل و دیگر سازمان‌های بین المللی را بی‌اساس خوانده و تصمیمات مراجع در بخش حقوق بشر را جزء از احکام اسلامی خوانده است. از سوی دیگر شماری از کارشناسان می‌گوید که از یک سو محدودیت‌های تحصیلی و کاری زنان و دختران در افغانستان با وجود خواسته‌های افغان‌ها همچنین باورجاست، اما به گفته آنان جامعه جهانی همواره تلاش می‌کنند تا از این مسئله به عنوان فشار بر حکومت سرپرست برای تعقیب اهدافش استفاده کنند. دا ټول هغه محدودیتونه دي چې د امارات لخوا وضع شوي دي چې در ډېر خطرناک کار دی او دنیا په رسمیت نه پیژني او تعامل د امارات سره نه کوي. دا ټول هغه مشکلات دي چې په آینده کې افغانستان ته متوجه کیږي او خصوصا ولس ته. این در حالی است که وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکن روز گذشته در نشست کشورهای عضو ناتو که برای صلح و امنیت برای زنان برگزار شده بود گفت که فشارهای بین المللی بر حکومت سرپرست برای تأمین حقوق بشری در افغانستان ادامه خواهد داشت. سازمان ملل متحد برخی از بخش‌های مهم را به دلیل کاهش کمک‌ها در افغانستان در معرض خطر فلج شدن می‌داند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه این سازمان برای افغانستان گفته است که به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند به تأمین مالی این بخش‌ها ادامه دهد و به همین دلیل احتمال یک وضعیت بد بشری را مطرح کرده است. از سوی دیگر مسئولان میگویند که با اجرای برنامه‌های مختلف فرصت‌های کاری را ایجاد کردند، اما برای حل این مشکلات خواستار کمک‌های بین‌المللی هستند. همزمان با تحولات سیاسی در کشور، بسیاری از سازمان‌های کمک رسان یا کمک‌های خود را محدود کردند و یا هم به طور کامل آن را متوقف کردند و به همین دلیل افغان‌ها با وضعیت اقتصادی ضعیف مواجه شدند و نمی‌توانند به درستی به زندگی روزمره خود ادامه دهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا نسبت به فلج شدن احتمالی بخش‌های مهم به دلیل کاهش کمک‌ها در افغانستان هشدار داده است. اوچا در آخرین گزارش خود گفته است که به دلیل کمبود بودجه کافی بسیاری از جنبه‌های حیاتی در افغانستان از جمله مراقبت‌های صحی، سرپناه، غذا، تعلیم در خطر است. اوچا دریافته است که در حال حاضر 23.7 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و 9.2 میلیون تن آنها کودک هستند. این اداره گفته است که به دلیل کمبود بودجه نمی‌تواند بیشتر از این بخش‌ها را تامین مالی کند.
تقریبا 3 سال پس از به قدرت رسیدن طالبان بیش از نیمی از جمعیت 23.7 میلیون افغان که 9.2 میلیون آنها کودکان هستند به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. 40 سال جنگ، فقر، سوء تغذیه، مهاجرت، وجود مهمات منفجر نشده، حوادث طبیعی دوامدار، شیوع بیماری‌های ساری، اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و وضعیت شدید سیاسی که از اگست 2021 از سوی حکومت حاکم و اجرای سیاست‌های محدود کننده حقوق اولیه دختران و زنان سبب شده است تا دسترسی مردم به خدمات محدود شود. اوچا همچنین گفته است که 12.4 میلیون افغان از مسئولیت غذایی برخوردار نیستند و 1.7 میلیون تن با ناامنی سرپناه مواجه خواهند شد و به گفته این اداره 2.1 میلیون تن به خدمات صحی دسترسی ندارند و 48% مردم افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند. در این حال مسئولان می گویند که نسبت به سالهای گذشته توانستند که با اجرای برنامه‌های مختلف اقتصادی مشکلات مردم را به طور نسبی حل کنند، اما می گویند که کنترل بحران بشری بدون کمک‌های بین المللی امکان پذیر نیست. اقتصادي ستونزو څخه د وتلو اساسي حل لاره د هیواد پر شته اقتصادي ظرفیتونو اتکا او د اقتصادي لومړیتوبونو سره سم په بیلابیلو برخو کې ټولنې لپاره د کارموندنې د فرصتونو برابرول دي چې په دې برخه کې تر پخوا تحرک رامنځته شوی، خو د اقلیمي بدلونونو د مالی محدودیتونو لګولو د نړیوالې ټولنې لخوا د پراختي مرستو په ټپه درېدل او د بشري مرستو کمیدل او همدارنګه د هیواد د بهرنیو اسعارو د زیرمو کنګل کېدل او د اقتصادي زیربناو د کموالي له امله زموږ خلک له اقتصادي اړخه اغېزمن شوي. د نړیوالې ټولنې ملاتړ او تمرکز پر هغه برنامو او پروژو چې د کورنیو اقتصاد پیاوړی او کاري فرصتونه رامنځته کړي کولی شي له اقتصادي پلوه اغېزمنې او د بشري مرستو له اتکا نه خلکو ته له اقتصادي پلوه په ځان بسیاینې لپاره لاره هواره کړي. تحلیلگران میگویند که مشکلات سیاسی اخیر در جهان باعث شده که سطح کمک ها کاهش یابد و افغانستان از توجه سازمان های کمک رسان بین المللی بیرون شود. آنها همچنین از حکومت سرپرست میخواهند که درآمدهای کشور را به اساس یک برنامه سیستماتیک مدیریت کند تا طرحهای انکشافی بر اساس آن اجرا شود، فرصتهای کاری برای مردم مهیا و مشکلات موجود برطرف شود. هغه مورد چې اوچا ورته اشاره کړې ده، واقعا افغانستان ډېر اړتیا لري چې په دغه بخشو کې افغانستان سره اقتصادي او بشري همکاري وسي. که چېرته د مرستې او همکاري بند سي نو واقعا نور ستونزې هم رامنځته سي. خو بدبختانه اوس تاسو پوهېږئ چې په نړۍ کې نور مشکلات هم رامنځته شوی ده. د غزه جنګونه، د اوکراین جنګونه او نور مشکلات هم په نړۍ کې رامنځته شوی ده چې ډېری حکومتونه یا ډېری هېوادونه هغه مسایل ته ډېر توجه کوي نسبت په افغانستان کې. زما په نظر د افغانستان اقتصادي مشکلات د ملګرو ملتونو په کومکونو باندې دومره اندازه نه حل کېږي لکه څومره چې موږ ستاسې خپل داخلي عوایدو معدنونو باندې کار وشي. په دې سره به خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي او د معدنو په عوایدو کې به هم مثبت تغییر راشي. که ډېره توجه د افغانستان خپلو عوایدو ته وشي، په افغانستان کې د فابریکو جوړول ته وشي، نو خلک به خپله په کار شي او دوی به خپل عواید ولري. این در حال است که سازمان صحی ملل متحد و برنامه جهانی غذا وضعیت بشری در افغانستان را به دلیل نبود بودجه کافی نگران کننده خواندند. برای نخستین بار در ولایت کندهار یک پروژه انکشافی از سوی اداره انکشافی از سازمان ملل عملی می شود. این پروژه با ساخت یک بند کوچک آب با هزینه $500,000 قادر به ذخیره سازی 1 میلیون متر مکعب آب خواهد بود. مردم منطقه که از خشکسالی طولانی رنج میبرند از ساخت این بند آب ابراز خوشی می کنند. اداره انکشافی ملل متحد یا یوندیفی اعمار یک بند کوچک آب با هزینه $500,000 آمریکایی در قریه بیانزو در ولسوالی تختپل آغاز کرده است. به گفته مسئولان این بند با طول 200 متر و ارتفاع بیش از 10 متر است که ظرفیت ذخیره سازی 1 میلیون متر مکعب آب را دارد. چې تقریبا در 200 متر به ډیر اوږدوالی ولري، همدارنګه تر 10 متر به لابد یا در 15 متر به لابد به جګوالی ولري او 1 میلیون متر مکعب اوبه به ځای پر ځای کې خو د مسؤلینو په غوښتنه او د مسؤلینو د کار کولو وروسته به ان شاء الله تعالی د دې توانایي د اوبو د جمع کېدو لا هم ډیر
یعنی تر 3 میلیون تر 4 میلیون به ان شاء الله تعالی ځان ورسي. مسئولین ریاست زراعت و آبیاری ولایت کندهار میگویند که خشکسالی طولانی در کشور سپری شده و آنان تلاش میکنند در تمام مناطق آسیب دیده از خشکسالی پروژه های مختلف آبیاری را عملی نمایند. امیر المؤمنین صاحب سره مونږ مسله ملاقات وکړو او دا غوښتنه مو کوله چې دا خلک د اوبې تکلیف لري، نو مونږ ته یې مسله یو څو پیسې فزیکي پیسې مونږ ته راکړې. مونږ مسله یو چیک ډیم دلته کې مسله جوړ کړو. بیا د خلکو نه د وطن د ولس نه چې کله مونږ پوښتنه کوله، الحمدلله یا خلک د خوشحالۍ اظهار کوو وی چې په کویې کې مو راوچاتې شولې او زراعت په مسله روان شو او هغه د اوبې چې د کمبود سره مخامخ و، الحمدلله کمبود مسله. مردم این منطقه که خشکسالی طولانی را پشت سر گذاشتند و بیش از نیمی از باشندگان آن به دلیل کمبود آب خانه‌های خود را ترک کردند، اکنون خوشحال هستند که بند آبها برای آنها ساخته می شود. آنان خواهان مدیریت آب نیز هستند. بند په جوړېدو موږ ګرد ولس داسې خوشحاله یو. موږ ډېر د وچکالۍ سره مخامخ، زموږ برمې وچې شولې، باوړیانې وچې شوې، د کور پر اوبو بیخي د لرې ځایه راوړو. دا بند چې موږ ته وتړل شي موږ ته ډېره فایده کوي. موږ ډېر خوشحاله یو چې ډېر محکمه بند وتړل شي چې موږ ته تاوان نه راورسي او ډېر ټیټ شي، وړنګ نه وکړي چې یو نه وړه شي، ډېر خوندور وتړل شي. موږ ته انشاءالله ډېره ګټه راسي. خشکسالی چند سال گذشته مردم ولایت کندهار را برای خسارمند ساخته است و اکنون مسئولین تلاش دارند که در این مناطق پروژه های مختلف آبیاری و مدیریت آب را عملی نمایند. برای جلوگیری از بیکاری در ولایت سمنگان برای دهها جوان زمینه تعلیمات حرفه‌ای فراهم شده است. مسئولین هدف از این کار را مسلکی نمودن جوانان بیکار و راهیابی آنان به بازار کار عنوان کردند. از سوی دیگر باشندگان شهر ایبک میگویند که حکومت سرپرست برای جوانان زمینه‌های کاری را مساعد نماید. با آنکه گراف بیکاری در کشور با گذشت هر روز بالا نشان داده می شود، اما در کنار آن اقدامات برای کاهش آن نیز صورت می گیرد. این آنان تعداد جوانانی هستند که برای پیدا کردن کار و نفقه چند بار تلاش نمودند به بیرون از کشور به صورت قاچاقی بروند، اما در سرحدات کشور بازداشت و دوباره برگشت داده شدند. اما از سوی ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان اکنون برایشان زمینه‌های کاری مساعد شده و آنان خواهان جذب سایر جوانان بیکار به این برنامه هستند. خیلی خوش هستم از استاد خود، خوش هستم از کار امور اجتماعی خود، خوش هستم که ما یک حرفه را یاد میتن و دم جوانان پیام می است که باید هر رشته‌ای که انتخاب میکنن سرشان بی‌نهایتا کوشش کنن که سبا یک افتخار آور و کسب بسیار گرانبها در خودشان باشند و در خانوادهشان از طریق همین رشته یک لقمه نان خوب مهیا کنند. ما بسیار خوش هستیم که از ریاست کار اجتماعی که این فرصت برای ما مهیا ساختن تا ما جوانایی که بیکار بودیم از اینجا یک کسب کار حلال برای خود، برای فامیل خود یک لقمه حلال به دست بیاوریم. دیگه خواستم از دیگه جوانایی است که برای یگان چیز خود مصرف کنن تا آینده خود بسازن. دیگه از بیکاری که یک کسب کار باشه خوب است. اما اکنون شماری از جوانانی که تعداد آن به 100 تن میرسد به آنان تعلیمات حرفه‌ای داده می شود. آنان در بخش‌های خیاطی، مستری، ترمیم یخچال آموزش می‌بینند و پس از 6 ماه آموزش برای آنان از سوی حکومت وسایل کار نیز به صورت رایگان داده می‌شود. هر ساله از بودجه خود وزارت برای تعداد افراد بیکار واجد شرایط که از قشر آسیب‌پذیر جامعه است فراهم داده میشه. امسال ما در سال 403 خوشبختانه نظر به تلاش‌های خود ریاست 75 نفر امروز در این مرکز به 3 بخش حرفه آموزش میدیم. حرفه مبل فرنیچر است، حرفه ترمیم موتورسایکل است و حرفه خیاطی است. در همین حال مقامات محلی علاوه بر خبر برنامه‌های خود برای رفع بیکاری، جذب افراد بیکار در بخش‌های مختلف را وظیفه خود می‌دانند و می‌گوید که با مقامات بلندپایه کشور درباره راه‌های کاهش نرخ بالای بیکاری صحبت کردند. کوشش کردیم که فرصت‌های خوبی را از این کده بالاتر ما مساعد بزنیم. فعلا با اینا اما مصارف پول ترانسپورتیش هم دیگه لازم دیدیم که باید بر اینا داده شود و همچنان در اخیری از این پروگرام برنامه که بعد از 6 ماه
اما ابزار و وسایل کاریشان هم برشان آماده بکنیم تا اینا با وسایل و اسباب در داخل بازار داخل شوند و یک دکانی را بگیرن، از همون طریق بتانن که در داخل بازار فعالیت بکنن و امرار معاش بکنن. این در حالی است که بسیاری از جوانان در خانه به دلیل فقر و بیکاری دچار انواع بیماری های روانی هستند. خواسته ها این است که جوانان در پروژه های ساختمانی و سازمان های دولتی مورد نیاز گماشته شود. ده‌ها زن به دلیل فقر و گرسنگی در هوای شدیداً گرم در شهر زرنج ولایت نیمروز تگدی می کنند. این زنان از حکومت و نهادهای کمک رسان خواهان کمک و دستگیری هستند. از سوی دیگر مسئولین این ولایت برای رسیدگی به وضعیت این زنان از تشکیل یک کمیته خبر می دهد. جمیله 50 ساله و دو پسرانش در دمای 45 تا 50 درجه سانتیگراد به دنبال جمع‌آوری خیرات از مردم هستند. او میگویند در این گرمای شدید برای رفع نیازهای روزمره زندگی خود و دو پسران دست به گدایی زده است. جمیله از حکومت سرپرست و سازمان‌های کمک رسان می‌خواهند تا که به شرایط سخت زندگی آنان توجه کنند. مجبور هستم روزانه اولادای خود نانش از اینجا ایستاد میشم، یک جای دیگه ایستاد میشم، یک پل نان اولادای خودم پیدا میکنم. از حکومت میخوایم را ما کمک کنه، یک کاری چیده به مجبور کنه که ما از این فقر و از این بدبختی بیرون بره. ما از مجبوری اینجا شیشته و خدا وجدان خود ما قبول نمینه که بیا اینجا بشینیم. از سوی دیگر باشندگان ولایت نیمروز میگویند که در این اواخر شمار زنان به گدایی در این ولایت افزایش یافته است. آنان از حکومت میخواهند که به وضعیت این زنان رسیدگی نمایند. باید حکومت ښه پاملرنه وکړي چې سره راټولې کې کومک ځای ورته معلوم کړي، کاټونه ورکړي. دغو ته څه ناڅه ډېرو ته کاټونه ورکول سوي دي. هوا ګرمه ده، دوی پر دا چکپینو ناست دي، پر دا ډمبرانو باندې کوچنیان ورسره دي، مومنان ورسره دي، بېوزله دي چې ګرمي نه وي مجبوري نه وي څوک دلته پر دا ډمبر باندې نه درېږي. موږ دلته لږ پښې دوی دي کې هم نشو تللی، دوی دلته ناست وږي دي، احتیاج چې احتیاج یې نه کښېني. باید حکومت یې شی ورکړي، د بیت المال څخه باید یې شی ورکړي، مرسته ورسره وکړي، کمک ورسره وکړي. از سوی دیگر مسئولین این ولایت برای رسیدگی به وضعیت این زنان از تشکیل یک کمیته خبر می‌دهند. آنان میگویند که برای این زنان زمینه فراگیری تعلیمات حرفه‌ای مساعد خواهد شد. لږ اندازه سته د هغو لپاره انشاءالله موږ یو داسې پروګرام لرو چې دا یو کمیټه جوړه ده. انشاءالله دا کمیټه به تلاش کوي، بیا به انشاءالله دوی لپاره یو داسې کار برابر کړي چې هغه به انشاءالله د دوی د دغه سوالګرۍ او ګدایګرۍ څخه د دوی لاسونه وخیژي. گفته می شود که بیشتر زنان در این ولایت نیمروز از سایر ولایت‌های کشور هستند که به این ولایت مهاجر شدند. اکنون هم چند خبر از جهان. در حملات تازه نیروهای اسرائیل بر غزه حدود 30 فلسطینی کشته شدند. مقام‌های غزه گفتند که در منطقه مسکونی تل الهوای غزه در حملات تازه اسرائیل حدود 30 تن کشته شدند. از سوی دیگر سازمان ملل گفته است که هشدار اسرائیل برای بیجا شدن یک بار دیگر باشندگان غزه از مناطقشان به معنای جنگ روانی علیه آنان است. این سازمان شمار افراد بیجا شده از شمال غزه را 300,000 تن اعلام کرده است. از سوی دیگر در قطر به میزبانی آمریکا کشورها مذاکراتشان را برای آتشبس در غزه آغاز کردند. نروژ برای اوکراین جت‌های جنگی F-16 می‌دهد. در نشست کشورهای عضو ناتو در آمریکا، نروژ از سپردن 6 جت F-16 به اوکراین خبر داده است. بر اساس گزارش‌ها زمان دقیق تحویل دهی این جت‌ها مشخص نشده است، اما مقام‌های این کشور تاکید کردند که تا اخیر سال 2024 این جت‌ها را تحویل می‌دهند. امروز آخرین روز نشست کشورهای عضو ناتو به میزبانی آمریکاست و آمریکا برای امنیت حریم هوایی اوکراین تعهد 4 سیستم دافع هوا را به این کشور نموده است. در اثر تصادم یک بس در فیلیپین بیش از 15 تن کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها در تصادم یک بس مسافربری با یک موتر باربری در شاهراه شهر گاکایان
11 تن کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در گزارش آمده که نیروهای امنیتی تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و زخمیان این حادثه را به شفاخانه منتقل دادند. مقام ها افزودند که رانندگان موتورهای مسافربری و باربری برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. باقی اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.